شما از چوب طبیعی استفاده میکنید؟ نه عزیزم، ما از چوب پفکی چینی استفاده میکنیم که تق الکی میشکنه. نه واقعا، ما فقط چوب طبیعی کار میکنیم. راش، نراد، ابریشم، چیزایی که واقعا عمر دارن. با MDF خدافظی کن. اگر دستمال مرطوب بکشم روش خراب میشه؟ عزیزم مبل، نون لواش که نیست. چوب‌های ما چون کاملا خشکن و از روغنی استفاده میشه که از صمغ درخت گرفته شده، شما حتی اگه با آبم بشورینش کاری نمیشه. تخفیف ندین نمیخرم. خب باشه، من قیمت رو برای 2 برابر میکنم، 40% بعدش بهت تخفیف میدم که بری عشق کنی. نه واقعا، ما توی کوروشو تخفیف کیلویی نداریم، هیچ وقت نداشتیم. چوب وارداتی، روغن طبیعی آلمانی، نیروی کار حرفه‌ای، اینا هیچ کدوم به ما تخفیف نمیدن. پس ما هم خیلی نمیتونیم تخفیف بدیم و از اول به شما قیمت مناسب رو میدیم. اگه عجیب‌تر از این سوالا داری، بیا واسم کامنت کن، شاید گذاشتمش تو قسمت دوم.